اگه میخوای تا سال دیگه همین موقع خونه دار بشی، این تکنیک رو از دست نده. برای اینکه صاحب خونه بشی 7 عدد برنج میاری و روی تک تک این برنجا 7 مرتبه میگی گلرب انزلنی منزلا مبارکن و انت خیر منزلین. اینو براتون اینجا میگیرم، میتونید اسکرین شات بگیرید، تو گوگل هم هست. بعد که روی تک تک اینها خوندین، یعنی روی هر کدوم 7 مرتبه، بعد این برنجا رو میریزین داخل یک کیسه یا یه مشما. بعد که همشو ریختین، این کیسه رو حتما باید داخل کیفی که باهاش بیرون میرین نگه دارین، یعنی به مدت 1 سال این باید تو کیفتون باشه. با توکل به خدا خیلی زود راه خونه خریدن براتون باز میشه و از جایی که فکرشو نمی کنین صاحب خونه میشین. این پست رو برای دیگران ارسال کنید و حتما ذکر لا اله الا الله رو برای من کامنت کنید. دوستان انشالله انجام بدین، خیرشو ببینید. دعای صبحی و یا روحانی خواستیم و یا سرکتاب قرآنی و یا فال تاروت و قهوه با من تماس بگیرید و یا دایرکت پیام بدین. اگه عجله دارین تماس بگیرین، شماره تماسمو بالا براتون می نویسم. انشالله انجام بدین، خیرشو ببینید.